که الله الحال صدای ما و شما را می شنود. انا معه اذا ذکرنی. الله می گوید من آن جایی هستم که آنجا یاد من می شود. الله همراه ما و شماست. الله الحال می داند ما در کدام مکان قرار داریم. هیچ سیره از پروردگار پوشیده نیست. الله می داند ای بندگان خدا شما به کدام مقصد به مسجد آمدید. چه مقصد چه مرام در دلهایتان دارید. الله اینو می داند. از پروردگار همچه یک بنده در لغزش، همچه یک بنده گناهگار دعا میکنم که خداوند دعای ما بندگانش را قبول گرداند. زیرا بجز ذات پروردگار ما هیچ پشتیبان و هیچ غمخوار نداریم. یگانه دادگاه بندگانش این الله است. یگانه مهربان الله است. یگانه غمخوار شما الله است. خداوندا در دل ما بندگانت همیشه محبت خودت را جایگیر گردانی. خدایا از پدر و مادرمان دیده، خدایا از محبوب ترین آن چیزی که در دنیا داریم، خدایا محبت خودت را مقدم در دل ما بگذار. خدایا محبت حبیبت را در دل ما جایگیر بگردان. خدایا محبت دوستانت را از آن جمله این چهاریار پیغمبر را در دل هر ما بندگانت باز هم خدای مهربان زیادتر جایگیر بگردان. خدایا فردا وقتی جان ما به حق تسلیم میکنیم این کلمه زیبای لا اله الا الله را به زبان ما رانده بگردان. خدایا با نور ایمان سفر کردن هر کدام ما بندگانت را نصیب و روزی بگردان. خدایا در قبر که حبیب تو گفت القبر صندوق العمل، القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفور النار. قبر باغ از باغهای جنت است یا چاه از چاه دوزخ است. خدایا قبرهای ما بندگانت را به باغ از باغهای جنتت مبدل بگردان. همه فتنه ها را خدایا از قبر ما بالا گردان. خدایا روز قیامت ما را از صف مؤمنان، از صف شهیدان، از صف نجات یافتگان سر برداشتند خدایا موفق بگردان. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان. بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردان. مسافرهای ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان رسان. خدایا در جمهوری ما همیشه آرامی، یک دیگر فهمی، یک پارچگی را بر دوام نگه دار. رهبر دولتم برای بهبودی و برای آرام گردانیدن و از هر حالتهای مشکلات برآوردن این خلق سعی و کوشش میکند، نقشه ها میکشد. خدایا در نقشه های میکش همیشه موفقش گردان. توفیق و هدایت خدای نصیبش گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. سبب تأخیر من هم که هیچ وقت نمیخواهم دقیقه هم تأخیر کنم و هر جا هم که دعوت شوم دیر آمدن و از ساعت معین شدن خفا ایستادگری را هیچ وقت برای خود خوب نمی بینم و این از آداب اسلامی هم نیست و این از حکم شریعت هم نیست. فقط مجلس کلان در حکومت شهر در حضور جناب مفتی و ایشان سعید جان الحال گذشت و اونها خواستن که جمعه را در همین مسجد ما و شما ادا کنند و خودشان پیشنهاد خودشان بود که ما همونجا جمعه را میخوانیم
به این خاطر کمی من راه اونها را همچون یک مهمان گرامی انتظاری کشیدم، تأخیر کردم و نزد شما در آمدم. جمعه گذشته برادرای عزیز و گرامی موعظه ما همون موعظه پیشینه حضرت عمر، حیات، تقوا، خدا ترسی، عدالت، تواضع ایشان بود. حضرت سعدی خدا رحمت و مغفرتش کند میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی هولناک، و بیچارگی تن بینداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. چی معنای بلند دارد؟ و خدا چی معنای خیلی بلندی دارد. حضرت میخواهد گردن متکبران را شکند، میخواهد که متکبران، میخواهد تکبران، میخواهد آدمانی که گردن بلند، آدمانی که انسان حقیر میشمارند، میخواهد که اونها را از این بیماری تکبری نجات دهد. خواهش حضرت سعدی همین است. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. چگونه ای که خاک افتاده هست، چگونه ای که خاک زیر پا هست و در زبان مردم ما و شما چنان گفتگویی هست که انسان باید خاکسار شود. مقصد یک سخنی خاک، کلمه خاک در اینجا استفاده می شد که خاکسار شدن در کار. مقصد از خاکساری این است که تکبر شدن در کار نیست، بلند هوایی کردن در کار نیست. حضرت سعدی هم همین در نظر گرفتن. خداوند تو را از خاک آفریده است، پس افتادگی کن همچون خاک. مثل خاک افتاده باش، مثل خاک عادی باش. ببین، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. هیچ وقت جهانسوزی را، هیچ وقت حریصی را، هیچ وقت گردن بلندی را برای خود اختیار نکن. میگوید زمانی که مثل آتش نشو، مثل نار نشو. چو گردن کشید آتشی هولناک، و بیچارگی تن انداخت خاک. وقتی آتش خدا میگه من افروختم، آفریدم، یک باره گردن زد و یک باره بلند شد. فرزند آدم میگه از خاک که شدی مثل آتش نباش، زیرا که چون آن گردن کشید این کمی. ببین خاک افتادگی کرد، آتش که گردن بلندی کرد، از آن دیو کردن از این آدمی. خدا را میگد این گردن زنی آتش خوب نآمد و از آتش شیطان آفرید. خاک که یک بیچارگی کرد، خاک که گردن بلند هوایی نکرد، بهترین موجودات و مخلوقات آدم علیه السلام و فرزندهای او از خاک آفریده شد. حضرت عمر رضی الله عنه از جمله آدمای با تواضع بود. نه به منصب، نه به حاکمیت، به هیچ مال دنیا تکیه نداشت. حضرت عجیب عادتی داشتند. باری در کوچه های مدینه می گشتند و ناگاه دیدن یک مرد همراه یک زنی در کوچه بسیار نزدیک ایستاده و صحبت دارند. حضرت عمر را این عمل، این
جوان پسر و این جوان دختر بسیار ناراحت کرد. در دستش یک شلاق داشت، یک دره داشت. آمد و با پشت این مرد یک ضربه زد. گفت این مرد گفت بنده خدا، از پروردگار حیا نداری؟ آیا جای صحبت نیافتی؟ شما کوچه های مدینه را برای خود جای صحبت اختیار کردید. چگونه که امروز جوانای مسلمان ما هم این که قبلا در روزها بود، امروز در مردم ما و شما مردم مسلمان، اولاد اجداد من مسلمان، دست در زیر کشی زن کوچه به کوچه سیر میکند. عیب است، به خدا قسم شرم است. این جوان مردی نیست. این نشانه او را ندارد که تو زنی خودت را دوست می‌داری. این نشانه او را ندارد تو محبتی بر زن داری. من جانب دارم که تو زن تا دوست دار، زنت را احترام کن، لیکن این احترام ندارد که تو در قد کوچه دست در زیر کشی زن و به چشم هزارها مرد مسلمان نمایان میکنی. و خدا بجز از تو یگان خطر و ضرر در مردم مسلمان پیدا نمی شود. من باوری کامل دارم همون زمان دستش در زیر کشی تو هست، لیکن وای تو دشنام کرده برده ایستاده ای، یا شاید نیم ساعت بعد هر دو شما در همون جا یک قهر و یگان مناظره و یگان جنجالی را در همون راه برپا کنید. یا شاید قسمی شب نه پدرش ماند، نه مادرش ماند، نه خواهرش ماند. شاید یک هفته بعد تو وای از خانه پیش کنی. این دروغ است. این زیر کش کردن معنای محبت را ندارد. برادر عزیز و گرامی، شما اگر مدنیت میخواهیم، شما پیشرو میخواهیم، اگر شما گویین که ما در عصر 21 زندگی داریم، امروز کیهان در بالای مهتاب می نشیند، علم ترقیات کرده است، اگر شما این خواهیم، من برای شما قسم به خدا این خبر می دهم، سخن فردوسی بزرگ است، زنان را بس است، زنان را بس است همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. این بهترین توصیه از جانب فردوسی است. برادر عزیز و گرامی، زن مادر است، زن دوست دار، زن تا احترام کن، به قدر زن برس، پاسبان خانت است، لباس شویت است، از راه های حرام نگاهت می‌دارد، برای تو فرزندهای خوب و زیبا به قدرت پروردگار می‌زاید. لیکن معنی را ندارد که در زیر کشی تو کوچه به کوچه. من به خدا قسم همین منظره ها را می‌بینم، بسیار ناراحت می‌شوم، بسیار ناراحت می‌شوم. رسی بار حتی خدا کند جوانهای را پیدا کند که همونها را پیش راهشان نگیرند، با طریق سیاست نه، با طریق دهشت و دشنام نه، همین قدر گویند که این نه سنت باباییت است نه سنت پیغمبرت است. این از شما به شما هیچ فایده هم نمیبخشد. خواهر عزیز، دادر عزیز، میلش برآمدن شما به کوچه هیچ ممانعتی ندارد وقتی اگر شما از قاعده و قانون اسلام بیرون نشوید. لیکن پهلو به پهلو صحبتتان کرده گفتن گیرین، دستاتان از زیر کشی یکدیگر خلاص کنین. این عیب است، شرم است. برادر عزیز و گرامی، حضرت عمر رضی الله عنه که حبیب خدا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بالنواجذ ما را امر میکند، ما را سفارش میدهد، معلمان، رهبرمان، مهربان برای امت، گریه کننده کل شب برای امت، شفاعت کننده کل امت های گناهگار در روز قیامت، میگوید همیشه با سنت من پایبند باشیم، از سنت من دور نرویم، همیشه چهاریار من هر چیزی که شما را امر کردن اجرا کنید. حضرت عمر ناراحت شدند، شلاق بر پشت این مرد زدند، گفتن آیا این کوچه جای جمع شدن شماست؟ آیا شما وقتی صحبت میکنین با یکدیگر میدانین جامعه از صحبت شما خراب میشود، پراکنده شوید. گفت این مرد سیاست عمر دیدگی آدم، وقتی شیطان که از سایه عمر میگریخت، انسان دیدگی عمر را یک هیبت او را فرا میگرفت. دیدگی آدم از هیبت و از جسارت و غیرت عمر وجودش لرزه میگرفت. برای چی بود؟ به خاطر که عمر از خدا میترسید،
وقتی آدم از خدا ترسد کل مخلوقات از او می ترسد. ببینید من این قصه را اینجا گذارم، یادم آمد، خدا رحمت کند صاحبای کتاب و گاه یگان قصه هاشون میخوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود میگوید در قد راه می آمد، در زیر بغلش یک شیشه عرقی داشت، ولی امروز مسلمان های ما در جیودان همان زیباگیش قرآن است، قرآن وجود ندارد، لیکن در جای قرآن عرقی که وی دوزخ میبرد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده از خانه و از شکمتان دور کنید، وی برای زیباگی در خانهش برده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جوان پا و دستش شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خون نمانده بود، لیکن بدل چی گفت؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که به این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمی شوم. خدایا مرا از این عمر خلاص گردان. وقتی نزدیک آمد عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد، گفت سیرکا دارم، سیرکا هست. سیرکا را شما میدونید اکسوس میگیم، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوانه گوش انداخت، گفت از بغلت بیرون کن، گفت تا که من بینم. این جوان که از صدق توبه کرده بود و سوی پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود پروردگار او را الله که به سرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآورد حضرت عمر دید نمودی و مزه او را که دید سرکا بود، پس در دست او تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایه چی گفتنی بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند، الله گناهاش می بخشد، الله گناههای او را می بخشد. دوم این که یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سرکا را عرق به سرکا مبدل کرد، پس شخص از خدا ترسد دیگر چی جای وصف اوست. حضرت عمر شلاق بر پشت این زد، گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست، گفت پراکنده شوید. گفت این مرد گفت عمر گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخن همه را گوش میکرد، سخن همه را گوش میکرد، عادی بودند. وقتی گفت خطا کردی، حضرت عمر وجود لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر به یاد حضرت عمر آمد. چیکار کرده باشم؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمدیم. این زنی که میبینی این زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زنی بیگانه نیست. لیکن ما در این شهر شما مسافریم، نمیدانیم که مسافرخانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمان خانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کنیم در کجاست. همین خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شنیدند، شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمن ها، شما تصور کنید سردار مؤمن ها، شخصی که سخنش در امپیری فارس و در امپیری روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تو همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری، از پیش من تو سلامت نمی روی. ببینید ترس، ببینید تواضع حضرت عمر ببینید. جوان شلاق گرفتند و گفتند، امیر مؤمن ها گفتند من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دویم بار زن گفت قصاص تا بگیر. گفت
من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را، گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاق از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوضی که مرا بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را که میکند، باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را نمیکند. یک برادر ما و شما با یک برادر قهری است، میگوی رو از اون کس تو عذر خواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فراش گرفته است که پیش وی قدم نمیزند. میگه من رو چرا من میروم؟ او کی از خودش؟ این جمله های هست که ماها را وسواس شیطان است نمیگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم کنیم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فخر داریم، ماها بسیار کبر بلند داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضعهای ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باوری میکنم به خدا قسم. همین 10.5 سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادند، رئیس بودند، سردار حکومت بودند، اگر 10 جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم، صحبت ها باقی هست، صحبت ها یافت می شود. بیا میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلان ما و شما عمر عادل وجود دارد. همه ما و شما عمر عادل میگوییم. و چه عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه اخذ کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصداقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق علیه. حدیثی هست که همه 3 روایتش میکنند. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا، بسیار با دقت باشین در این حدیث. بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنین که از جمله این انسان ها باشین. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنین ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنین که از این 7 طایفه باشید. اگر کدام تو از جمله این 7 طایفه شدید، پروا نکنید، غمگین نباشید، دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله 7 طایفه باشید. اگر شما از جمله 7 طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این 7 طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روز هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه در لرزه این روز هستند. روز قیامت چنان روزی هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خوابی براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت هایی که در شأن قیامت آمد همگی سفید گردانیدند، همگی می ترسیدند و حق ترسیدنی هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی العرض 70 ذراعا. حتی ببین 70 ذراعا
یلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند عرق شما زمین تر می سازد. بعد تر ساختن عرق شما بالا می شود، حتی مثل که اسفل جا می زنند تا راست لبهای شما عرق بدن شما می آید. همه این از چی خاطر است؟ فقط از وهم قیامت است، از دهشت قیامت است. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند، هیچ کس دهان گشاده نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حق سخن گفتن نداده باشد. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کاری کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از زمره یکی از این گروه ها شما باشید. یکم چی گفتن؟ امام عادل. یکم امام عادل، یکم پیشوای عادل، یکم شاه عادل. اگر با خلق خود، با مردم خود اگر عدل داشته باشد، رعیت حقش پایمال نکند، غمخوار به مردم باشد، اینا میگن امام عادل، اینا میگن شاه عادل. این چی میشود؟ این از گروه آن کسانی هست که روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار جایگیر می شود. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بالای منبر برآمدند، روزی که مردم و شاه اعلان کرد، بالای منبر برآمد، سخنرانیش را قید کرد. از این روز اعتبارا من خلیفه مسلمان ها هستم، من امیر المؤمنین هستم، من شاه همه شما هستم، لیکن قسم به خدا گفت حق ضعیف از قوی میگیرم، حق آدم مظلوم از ظالم البته اخذ میکنم میگیرم. بنده های خدا گفت در حق هیچ کس ظلم نکنید، قسم به خدا غم هیچ کدام تر نمیخورم، فقط آن چیزی که خدا و حبیب او گفته است از خط کشیده اون من بیرون نمیشوم. لیکن حضرت سخنرانیش عملی گردانیدن. بیایید تماشا میکنیم به عدالت های حضرت عمر چی عدالت ها کردن. حضرت مردم مکه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدن، شکایت کردند: ای امیر مؤمن ها، ای امیر مؤمن ها، ابو سفیان ابن حرب یک جویبار ساخته است که اگر باران با شدت بارد آبی که وی ابو سفیان شاید که شما نشناسید، رحمتش کند، آخر مسلمان شدن، لیکن در اول دشمن سرسخت رسول اکرم بودند. ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان ها بسیار هستند، این از همون ابن حربش بود. کسی بودند که لشکرکشی در جنگ احد که عمک پیغمبر حضرت امیر حمزه کشته شد به سرداری ابو سفیان بود. کسی بود که در جنگ احزاب سرلشکر بودند، همیشه با پیغمبر خدا سرسختانه دشمنی می‌ورزیدند، همیشه در قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. کسی بودند که زن او هند نام داشت، هند ابن عتبه. امیر حمزه را هم زن ابو سفیان پیش لشکر بود و خود وحشی که با نیزه امیر حمزه را زده قتل کرده بود، با مکافات ها و با همون گویم که جایزه هایی که زن ابو سفیان اعلان کرده بود
وحشی به خاطر همون مکافات ها امیر حمزه را قتل کرده بود. هم زنش دشمنی میکرد، هم خودش دشمنی میکرد، زیرا که امیر حمزه پدر هند، یعنی گویم که خسر ابو سفیان عتبه را در جنگ بدر قتل کرده بود. این گویم که قصاص به خاطر پدرش گرفته بود. لیکن تقدیر را ببینید، ابو سفیان دختری او رمله که با ام حبیبه مشهور بود، عاقبت زن پیغمبری خدا شد. ابو سفیان خسر پیغمبری خدا شد. همین ابو سفیان که مکه مکرمه را سرداری میکرد، سردار قوم بنی امیه بود. تمام مردم مکه ابو سفیان اطاعت میکردند. وقتی این شکایت به عمر آوردند، عمر یک چند نماینده ها را گرفت و بجای جویباری که ابو سفیان کنده بود آنجا حاضر شد. نگاه کرد که در اصل یک جویبار ساخته است که خانه خودش از همه آب و باران نجات می یابد، لیکن ضرر به مردم مسلمان می شود، ضرر به بنده های خدا می شود. عمر این چیز را احساس کرد، ابو سفیان حاضر کرد و ابو سفیان به نزد من دعوت کنید. وقتی آمد گفت این چی هست که تو ساخته؟ این عدالت عمر است، این چیست تو ساخته؟ گفت جویبار ساختم. گفت میدانه که این وقت باران با شدت بارد آب این سیل می شود، خانه های مسلمان ها ضرر می بیند. خمشو گفت، خمشو این حوضی که از داخل برآوردی محکم کن، سنگ هایی که جویبار کردی با دست خودت همگیش به هر طرف حواله کن. ابو سفیان خم نشد، خود تنها جویبار را راست کرد. جویبار آنچنان ساخت که به ضرر هیچ مسلمان دیگر نبود. حضرت عمر میگوید جانب قبله گشتند و گفتند هزارها شکر به سوی تو میکنم ای پروردگار. زمانی که ابو سفیان در مکه مکرمه حکمرانی میکرد و این عمر اطاعت ابو سفیان گوش میکرد، امروز خدایا چنان موفق گردانیده که عمر ابو سفیان فرمان میدهد، ابو سفیان اطاعت عمر میکند. حضرت عمر رضی الله عنه به سوی پروردگار شکرانه را به جا آوردند. شب میگوید در کوچه های مدینه سیر میکردند. این از عدالت حضرت عمر است. حضرت بسیار توجه زیاد به خانه ها داشتند که در خانه ها چی سخن ها می رود، کدام خانه کمبود دارد، چی کمبودی ها در خانه ها وجود دارد. بسیار جستجو میکرد تا که روز قیامت مبادا پروردگار از حساب یگان بنده خدا او را در عذاب و معاقبه گرفتار نکند. وقتی آمد نزد یک دیوال، البته دیوالهای دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما معلومند که بسیار عادی بودند، این گونه دیوالهای بلند نبودند. حضرت عمر از بالای دیوال نگاه کرد که بسیار یک خنده بسیار از داخل همین خانه برآمده ایستاده است. از سر دیوال پرید، وارد خانه شد. نگاه میکند یک مرد صاحب خانه همراه زن خود در پیش یک ظرف پر از شراب گذاشتن و از همون نوشیده ایستادند. حضرت عمر این حالت دیدن، این منظره را دیدن، گفتن ای بنده بدبختی خدا، آیا تو میپنداری که این عملی را که در تاریکی میکنی، این عملی که پس پرده ها انجام می‌یابد، این عملی که در تاریکی انجام می‌یابد، این خدا نمی‌بیند؟ آیا برای این طور خداوند روز قیامت جزای بد نمی‌دهد؟ این صاحب خانه گفت، عمر گفت اگر من یک گناه کرده باشم تو 3 گناه کردی. ببینید، اگر من یک گناه کرده باشم که عرق می نوشم، برای این من برای حد زدن تیار هستم، برای توبه کردن به سوی خدا تیار هستم،
لکن تو امیر مؤمن ها 3 گناه کردی. حضرت عمر وقتی از کسی که یک مقابلی سخنش چیزی را میشنید در حال از وی سخنش را گوش میکرد. چی گناه کردم؟ گفت الله در قرآن میگوید ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. برای چی آیت قرآن را ویران کردی؟ برای چی تو جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ برای چی؟ ولی بنده های خدا امروز هم ما و شما بسیار جستجو میکنیم، بسیار مسئله ها را، بسیاری از حیات ها ما، بسیاری از بنده های خدا را هم تاریخ حیاتشون را جستجو میکنیم، ورق میزنیم. ولی امروز بعضی از ما و شما با تاریخ عزیزای خدا را چکه شده ایستاده ایم که حتی که عزیزای خدا را، دوستایی که در راه خدا خدمت کردن، تاریخ همونها را نادرست برآوردیم. تمام کردیم، همه کارا را بود کردیم، همه عبادت ها تمام شد. الله گفت در قرآن میگه سوره حجرات ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. حضرت عمر تو آیت قرآن را ویران کردی، برای چی جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گفت پروردگار میگوید وقتی خانه یک برادر مسلمان می درآیین با طریق دروازه درآیین، با طریق دیوار ندرآیین. برای چی از بالای دیوار من در آمدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گناه. سیوم گفتن الله در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. بین پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، هر وقتایی که شما میخواهید که به خانه که خانه های شما نیستن، وقتی میخواهید وارد خانه شوید، تا اگر اجازت نگیرید وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. به اجازت وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. اجازت چی؟ اجازت این است السلام علیکم و رحمت الله، آیا اجازت هست من فلانی ابن فلانی هستم وارد خانه تو شوم؟ این اجازت است. یک بار میگویم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. این حدیث متفق علیه است. 3 بار اجازت خواستن است. اجازت داد وارد خانه شو، اجازت نداد پس گرد. یا اگر در خانه کسی نباشد که صدا نداد پس گرد، وارد خانه نشو. 3 بار است. خدا رحمت کند قیس ابن سعد ابن عباده را میگوید بار پیغمبر خدا وارد خانه من شدند و حبیب خدا عجیب عادت داشتند، وقتی در راست در می آمدند در راست در نمی ایستادند، یا قسم از راست در یا از قسم چپی در می ایستادند، وارد خانه را نظر نمی کردند. به زنها و به آن کسانی که در درون خانه به آنها نظر نمی کرد، فقط بلند می گفت. خانه وقتی که خانه قیس آمد ابن سعد ابن عباده دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس من حبیب خدا محمد هستم، اجازت هست که وارد خانه تو شوم؟ معلم ببینیم. حضرت قیس میگوید من که حبیب خدا را دوست میداشتم، صداش شنیدم، آهسته گفتم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حبیب خدا جواب سلام مرا نمیشنید. دوم بار گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شد ای قیس؟ باز جواب گفتم، لیکن آهسته گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا در این خانه من سلام زیاد رساند. به خاطر گفتم که درود و رحمت پیغمبر خدا به جانب قیس و به جانب خاندان او زیاد شود. باز خاموش ایستادم. باز جواب گفتم پس
سوم بار حبیب خدا باز سلام دادن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای قیس اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ خاموش ایستادم، جواب سلام پس گفتم. یکی نگاه کردم که پیغمبر خدا که هیچ جواب از خانه من نشنید، در حال پشت گردانیدند و رفتند. دوان از خانه بیرون برآمدم، پیش راهش گرفتم، گفتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من 3 بار جواب سلام تو را گردانیدم، لیکن خواستم که در همین نزد دروازه من برای من اولاد من همین سلام و درود و پیغام تو زیادتر رسد، به این خاطر من جواب سلام تو را بلندتر ندادم. این حدیثی هست که ابو داود روایت کردند. مقصد از این حدیث ها معنا چیست؟ معنا این است که ماها باید همچنان طلب ایذن کنیم. امروز میلش دروازه های مستحکمند، ما میتونیم با واسطه صدا دادن، با واسطه همون صداهایی که نزد هر یک در هست، اکثری درها دارد که وقتی زیر میکنی صدا در خانه میشود، همون هم اجازت پرسیدن است، همون هم اجازت پرسیدن است. لیکن وارد خانه یک مسلمان شدن به اجازت، حبیب خدا گفتند اگر شخصی که در یک مکتوب برادرش یا در یک کتاب برادرش به اجازت نظر میکند، به اجازت نظر میکند، او همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است، همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است. باره راویای حدیث میگویم پیغمبر خدا در خانه نشسته بود که یک شخص از تیریزه میگوید آمد و خانه پیغمبر تماشا کرد. رسول اکرم همنشینا میگوید یک نیزه در دست داشتند، آنچنان به سرعت از خانه بیرون شدند که گمان کردن این که با این نیزه همون انسان نظارت میکردگی را میزنند. و رسول اکرم گفتند اگر گفتند هر یک شخصی که به اجازت، اگر یک شخصی که از شما اجازت ناگرفته نظر به خاندان تو میکند، برای تو حلال است که چشم او را کفانی در نزد شریعت قصاص ندارد. برادرای عزیز و گرامی، اجازت وارد شدن خانه به اذن خاندار اجازت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم و الدخول علی النساء، بر همه شما تأکید میکنم که در خانه که زن تنها باشد وارد خانه نشوید. فقال رجل من الانصار، یک مرد از اهل مدینه از جاش خیست و گفت ای حبیب خدا، درباره آن کسی که برادری شوهر است، بچه شوهر است، یعنی برادرای شوهر یا بچه برادرهای شوهر یا بچه عمک یا بچه تقایی، در حق اینا چی میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از همه دیده خطر کلان اینها دارد. گفتند زیرا زن گفتند با اون مرد بیگانه که وارد خانه میشوند اون قدر گویم خطر ندارد، زیرا که زن با این مرد ناآموخت است، تا به او عادت میکند که شاید که ساعتها گذرد. لیکن با این شخصانی که نزدیکان او هست و میتواند زن که در حال نزد اونها آید، با اونها گفتگوزار کند. وقتی زن همراه یک مرد بیگانه وقتی نزدیکی شدن، عاقبتش برای همه ما شما معلوم است. این مرد به سوی حضرت عمر رضی الله عنه انا همین گفتند که تو سیوم چیز خطایی که کردی این بود که به اجازت وارد خانه من شدی. حضرت عمر اینها را گوش انداخت و گفت اگر من تو را بخشم و سیر تو را اگر در بین مردم آشکار نسازم، آیا تو مرا هم میبخشی؟ اینم از جمله چی بود؟ از جمله تواضع حضرت عمر، از جمله عدالت حضرت عمر است. این مرد نگاه بیان کردم، بله گفتن امیر مؤمن ها اگر تو مرا در بین بنده های خدا شرمنده نسازی، منم از این خطاها و گناهایی که تو کردی من هم در میگذرم. باره در کلبه خود نشسته بود، حال مردم محاکمه میکرد، دفترها در پیشش بود، می نویشت، چیزی قید میکرد. بناگاه در تق تق شد. میگوید حضرت علی رضی الله عنه وارد این خانه شدند.
وقتی که وارد خانه شدن حضرت عمر گفتند میخواهی که علی گفتند برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مردم آمدی؟ برای کی آمدی؟ گفت برای چی این سوال رو از من میکنی؟ گفت به خاطر اینکه اگر به خاطر کار مردم آمده باشی، این شمعی که در پیش دارم این مال بیت المال است، این مال مردم مسلمان است، این خاموش میکنم در تاریک، یعنی برای خاطر کار مردم باشد اینا گرفته و پیش تو میارم و صحبت میکنیم. لیکن اگر برای کار شخصی خودت آمده باشی، پس این شمع این مال مردم است، این از حق بیت المال است. من حقوق ندارم که این مال بیت المال در صحبت شخصیت ها استفاده برم، و این خاطر این خاموش میکردم و نزد شما می آمدم. اینم از عدالت های حضرت عمر است. در صحیح بخاری خواندم یک حدیث را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر گفتند در امت های پیشین شخصانی بودند که به اونها الهام می آمد، اگر این گونه مرد در امت من باشد هر آینه عمر است رضی الله عنه. این در صحیح بخاری قید می شود. الهام به عمر می آید. سخن حضرت عمرم سخن خداوندی پیش از آنی که رسول اکرم نزول او را میخواند، پیش از آنی که آیات های قرآن میخواند، الله که حضرت عمر دوام او را نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میخواند. یعنی الهام او را من از کرامات میدانم. انشاءالله یک چند کرامات دارد. من جمعه آینده برای شما کرامات های حضرت عمر و مرگ او را خبر میدهم و بعد از این انشاءالله باز صحبت های ما و شما البته چیزی که در نقشه ها باشد همونه به گوش شما انشاءالله میرسانم. اینا که البته مهمان ها هم رسیدن و در اینجا من صحبتم را قد می سازم و انشاءالله صحبت را به مهمان های عزیز و گرامی مرحمت سلام علیکم. بیاین خوش آمدید. مهمان های عزیز و گرامی که امروز در شهر ما و شما به حیث مهمان، به حیث یک خبرگیری، به حیث یک دعا کردن در حق همه ما و شما حضور دارند. جناب مفتی هستند و جناب بابای ایشان